بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از روزهای رمضان جمعیتی از راه می گذشتند و دور از چشمان مردم دیدند پیرمردی که آب و غذا می خورد. نزدیک شدند و پرسان کردند: ای پیرمرد، آیا روزدار نیستی؟ پیرمرد گفت: چرا هستم، ولی آب و غذا می خورم. بعد خندیدن و گفتند: این چه قسم روزه است؟ گفت: دروغ نمی گویم، تهمت نمی کنم، غیبت نمی کنم، بدگویی نمی کنم، فحش نمی گویم، مال کسی را نمی خورم و چشم به مال کسی ندارم. خلاصه این که گفت مشکل خاصی دارم، نمیتونم معده خود را هم شکم خود را روزدار نگاه بکنم. بعد از آنها پرسان کرد: آیا شما روزدار هستین؟ در حالی که یکی از آنها سرش را پایین انداخته بود و آهسته گفت: خیر، ما تنها آب و غذا نمیخوریم. ببین عزیزم، روزه گرفتن به این معنا نیست که تنها ما معده یا شکم خود را از سحری الا شام خالی نگاه بکنیم یا چیزی نخوریم، خود را از خوردن و نوشیدن نهی بکنیم. اما در پهلوی این که وجود فیزیکی ما، بدن فیزیکی ما ضرورت به روزه دارد یا ضرورت دارد که ما در یک ماه چیزی نخوریم یا روزدار خود را نگاه بکنیم، به همین گونه وجود روحی ما هم ضرورت به روزه دارد. ضرورت به این دارد که ما از لحاظ چشمی نگاه به حرام نکنیم، نگاه به گناه و معصیت نکنیم، همراه دهنمان کسی را فحش نگوییم، کسی را آزار ندیم یا کسی را آزرده نسازیم و توسط گوشمان از منکرات یا دوری بکنیم. با پای خود، با دست خود، خلاصه با همه وجودمان نیاز است که ما روزدار باشیم. و این میگن روزه. عزیزا، بین روزه بگیریم، نه این که شکم خود را خالی نگاه بکنیم. در ادامه با ما باشین که ویدیوهای بعدی ما انشالله درباره فواید روزه، فواید رمضان و چگونه از لحاظ طبابت، از لحاظ ساینس، از همه لحاظ انشالله براتون ویدیو تهیه